هی باید بیام جلوتر مثل نوره قشنگ بخوره. برگشتم به ورژن همین آقاره روی شو. اونا رو قایم نمی‌کنی؟ کنم خیلی ضعیفه نتم. بچه ها صدامو دارید؟ نت اوکیه؟ تصویر اوکیه؟ همه چی اوکیه؟ من هیچ اطلاعاتی از لایو الانم ندارم. دوستان گرامی که اصلا هستید تو لایو، من نمیدونم، به خدا هیچ اطلاعاتی ندارم الان. اوکی منو دارین؟ صدام هست؟ زده آره همه چی اوکی. سلام عرض می‌کنم خدمت همگی. منتظر روحام داداشم هستیم که ریکوست بده و بیاد تو لایو. سلام. آقا مسعودم اینجا سا رونالدو جدید. داده امیر اولین بار میام تو لایو. خوش اومدید. روحام داداش کجایی؟ روحام کو؟ منتظر روحامم. بلندتر حرف بزن صدات نمیاد. منتظر روحامم. سلام 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 به همگی. بله پیاما رو میخونم. سیبیلا رو زدم دیگه سیبیلی وجود نداره که. الان ورژن اصلی امیر مغاره است. به خدا لایک میکنم، من همه رو لایک میکنم جفت چشام. اصلا خودم حال میکنم لایکتون میکنم. فیلم جدیدم بله بازی کردم، انشالله به زودی پخش میشه. روحام کو بچه‌ها؟ اینا رو ولش کن. روحام کجاست؟ روحام دستمال رو نمی‌تونی تکون بدی. کو روحام؟ اینه؟ اینجا نیستش، هیچ خبری نیست ازش. بچه‌ها راجع به سریال یا فیلمی که بازی کردم هیچ توضیحی نمیتونم بدم. انشالله اگه خواستن خودشون توضیح میدن. روحام داداش کجایی دقیقا؟ روحام کجایی؟ دقیقا کجایی؟ صدا حس نمی‌کنی ماکان کم رنگ شده؟ عشقم 2 روز پیش ترک دادیم. 2 روز. هفته یه ترک که دیگه نمیدم. ولی کلی حرف داریم راجع به این چنل. روحام بیاد کلی راجع به ماکان، خودم و روحام، کنسرت ها و خیلی چیزای دیگه کلی صحبت داریم باهاتون. صحبت های مفید و خوب در مورد کنسرت ها، در مورد موزیک ها، در مورد حمایت شما، در مورد خودم و روحام. خیلی صحبت ها داریم. فقط اگه روحام بیاد فکر کنم روحام رفته تو لایو یکی دیگه. اومد؟ کو؟ بای بای که اینا این که روحام نی؟ شبیه روحامه. شبیه روحام. اینو بزن یه بار اومد دیگه. خیلی خفنی. و ما الان اکسپت کردیم درسته؟ چرا اکسپت نشد پس؟ سلام علیکم. به به. آقا پیتا من صدا رو بندازم این بر وایسا اشتباه نشه. الان اوکیه؟ الان بهتره ولی رو ماشین صدا. الان من دارم صدا تو. خوبی داداش چطوری؟ چه خبر؟ دیر اومدم بالا نه چیکار راهم کجاه؟ باشگاه بودی؟ آره. با تأخیر داری صدامو؟ من نه الان دارم. تو داری؟ الان میگم 1 میشنوی 1 2 2 3. اوکی پس. با حل خوبه. خبر؟ سلامتی داداش قربونه.
همه خوب. ما می‌خواستیم این لایو رو در کنار هم بذاریم، ولی به خاطر مسافت هم روحان باشگاه بود هم من تنیس بودم تا آره برسیم دیگه. آره میذاریم پیش هم ان شاءالله میذاریم یه دونه حتما همین هفته میذاریم براتون. انشالله. آره آره مسعود داره صدا کی بود؟ مسعود بود یا بچهای دیگه؟ نورپردازی مسعود. آقا مسعود، کلا خراب کرده. آقا مسعود یه رخی بده ببینم کجایی. رونالدو سلام علیکم. سلام، چطوری؟ سر موهام کمه روم نمیشه. بیا بابا. فرباوت وطن. چطوری؟ خوبی؟ قربونت. چیز بود بازی قلعه، سرباز کماندار توی. میدونی شبیه میان جوجه شبیه اونا زشته. شد. چی؟ چه خوشگلا. نه باله، نه بابا، خیلی لاغر و ماشاءالله. بز تخته ندارم ولی بزنم به تخته قربونت برم. چه خبر؟ خوشحال شدم دیدم. دیگه. قربونت، من بیشتر مسعود جان. دروغ نگو، خوشحال نشید. برو اونور، خب من میرم. آقا دیدم دادا. یه توضیح بدیم راجع به ترک جدیده. آره فضای متفاوت، فضای باحال به خودمون آره ها. گفتیم که یه بیت آفریقایی آفروبیت باحال بزنیم با امیر، ببینیم چجوری میشه. خدا رو شکر بکنم خوششون اومد از این ترکه. منم خیلی باحال. حالا یه چیزی که واسه من و تو خیلی مهمه، قطعا میدونم آره که صحبت کردیم، اینه راضی نگه داشتن خانوادهمون، فهم پیجا دقیقا از همه چی مهمتر. واقعا. و حالا خودشون هم الان تو لایف هستن، به نظرم من فیدبک های خیلی قشنگی ازشون گرفتم، یعنی خیلی خدا رو کیف شکر. کردم، آره چون مخصوصا اینکه خودمون خیلی دوستش داشتیم دیگه، وقتی ساختیمش و زدیمش و اینا خیلی باحال کرد. مخصوصا اینکه بعد از 1-2 سال من و تو با هم دیگه دوباره یه ترک دادیم بیرون، آره آره خدا رو شکر. جذاب بود. و بیشترم خواهد شد. آره بیشتر ببین خواهد. انگار این تایمه به نظر من لازم بود باشه. به نظر منم لازم بود تو. آره آره این سبا یا حالا فن پیجا که مثلا حالا اونا هم دیدن که من و تو در کنار هم به نظر خودم خیلی قشنگتریم تا دقیقا. حالا ترک های سینگلمون خیلی قشنگه ها. ببین من ترک های سینگل خودم و ترک های سینگل تو رو واقعا خیلی دوست دارم، خودت آره میدونی دیگه، دوربین ندارم اصلا. ولی آره این فنا هم دیدن، مثلا خب ما خودمون دیدیم، فنا هم دیدن دیگه، من و تو در کنار هم مکمل تریم، هم به نظر خودم 100 خیلی باحال. خیلی موافقم زیاد. و حالا که خواستیم این خبر خوب بهتون بدیم، من میگم بعدش رو هم صحبت کنه. ما این حمایتی که از شما دیدیم توی این ترک باعث بانی 2 تا چیز شد. یک، ما قطعا این سبک رو ادامه خواهیم داد و به خاطر حمایت‌های شما، به خاطر خوشحالی شما و اینکه دیدیم شما خیلی خوشحالید، خیلی حمایتمون کردید، به خاطر همین سعی می‌کنیم، سعی کنه بهتون قول میدیم دیگه فعلا ترک‌های سینگل از ما نخواهید شنید و اینکه من و روحام قطعا با همدیگه خواهیم خوند و قطعا تو همین سبک ورود خواهیم زد دوباره. یعنی ترک بعدیمون هم قطعا سبک خواهد بود. آره از اون پاپه من حالا کاملش کنم میزن، از اون پاپه که خیلی معموله یکم فاصله میگیریم. بله. به خاطر اینکه واقعا من با یعنی جفتمون با خوشحالیشون واقعا خوشحال شدیم. خبر این رفتش بیرون که مثلا بعد از 2 سال ماکان دوباره داره با هم دیگه ترک میده بیرون خیلی جذاب بود. آره یعنی خیلی. کامنت هایی که گرفتم واقعا هم فرقی نمیکنه. ببین من یه چیزو بگم بعد روحام حرف من رو تکمیل کنه. فن روحام هر چقدر بیشتر باشه واسه افتخار من هستن. من حاضرم برعکسش همه فنای روحام باشن، چون من و روحام یکی هستیم. من اون موقع هم گفتم اگه یادشون باشه، گفتم فرقی نمیکنه ترک سینگل من یا ترک سینگل روحام، من و روحام یک نفر هستیم. یک به خاطر همین چه فن روحام چه فن امیر هیچ فرقی واسه من نمیکنه. یک ماکان در کل جفتتون واسه ما خیلی عزیزید. امیر لاور، ماکان لاور، شما عشقای ما، یعنی دور سر تک تکتون بگردیم. حالا روحام منم دقیقا درست امیر. یه چیزی بگم، شاید انقدر جدی نگفتم تا حالا ولی شاید زودتر باید میگفتم، ولی الان میگمش. و اینکه از امروز به بعد چون دارم اعلامش میکنم، اگر واقعا بی احترامی به تو به من بشه از سمت هر عزیزی که میخواد باشه، اگه خودشو جز این خانواده میدونه، من به شخصه برخورد کنم، حالا یا استوری میذارم یا بلاک میکنم یا ریپورت میکنم، به هر حال هر کاری که از دستم برمیاد
که جلو این داستان رو بگیرن و این جدایی که خیلی از روی بیعقلی و خیلی از روی نمیدونم خصومت شخصی دارن این آسیب میزنه و من از امروز اینو بگم که واقعا جدیتر وارد آره میشم به این داستان. تو گفتی منم بگم. اول اینکه واقعا همیشه بوده، شاید اختلاف نظر بین من و تو توی موزیک بوده، بعد اون ولی که طبیعیه داداش، اصلا این چیز طبیعیه. من و تو هیچ وقت خدای بالا سر شده مشکل اخلاقی و رفتاری اصلا با هم اصلا دیگه، بی احترامی، نه هیچ چیز دیگه ای، خدا رو 100,000 مرتبه شکر سمت ما دوتا اصلا نبوده. ولی هم اعلام کردیم ما همیشه از بیرون هوای همدیگه رو داشتیم، ولی این واسه اولین باره که داره اعلام من میشه. مرسی. منم میگم به نوبه خدا هر عزیزی فرقی نمیکنه واسه من، هر کسی بخواد کوچکترین واقعا هر کسی میخواد باشه. تهمتی یا هر چیزی باشه که به رفیق من، من به داداش دوستش دارم 10 سال دارم باش زندگی میکنم، بخواد تهمت، توهین یا هر چیزی انجام بده، قطعا رفیقم باشه باش برخورد خواهم کرد. ولی حالا هر عزیز دیگه تو مجازی باشه قطعا بلاک میکنم، یا اگه لیاقت پاسخ داشته باشه پاسخ میدم. اینم آره. از من. تمام نبوده دیگه واسمون، حالا از اصلا طرفدار و خانواده و اینا نه، خیلی از بیرون بودن که جفتمون هم جوابشون رو دادیم و اونجا خجالتشون در اومدیم. دعوای این که ما خودمون جوابشون رو دادیم، ما یه ارتش، یه کوه پشتمون، ارتشه. بعد عزیزای دلم واقعا. بعد از انقلابی ما. آقا من دارم کور میشم، قطره چشمی گرفتم. خدا بد نده. نمیبینه امیر کجایی داداش؟ کجایی؟ صدا از این ور میاد، گوشاشم کش شده یارو. من این درخواست از فن پیجام که ماشاءالله هزار ماشاءالله کم هم نیستن، این درخواست رو از فنا هم دارم. بعضی وقتا فنای ما ناخواسته خودشون دامن میزنن به یه سری از حواشی، مثلا حواشی که دقیقا امیر جدا میشن یا اختلاف دارن با هم دیگه، میدونی؟ از اون دو محبتشون واقعا خواسته است ولی باید ناخواسته دیگه. همه آره. طرفو میذارن، بیجا از من میکنن، این باعث و بانی دلگیری من و تو از همدیگه میشه ناخواسته. من این بله. خواهش هم دارم، شما که اسم هم در کنار هم بودن رو میذاریم خانواده، به این حواشی دامن نزنید، اصلا توجه نکنید. خیلی جاها کنارمون بودید، دمتون گرم، خیلی جاها، ولی ناخواسته بدون اینکه نیتتون بد باشه باعث و بانی دلگیری شدید. بله. اینا رو هم باشه، همون جوری که من و روحام در کنار هم هستیم، هر جا احساس کنیم که شما احتیاج دارید من و روحام تو لایو ببینید، در کنار هم ببینید، حمایتی از ما ببینید، مطمئن باشید که ما دریغ نمی‌کنیم من و روحام همچین چیزی. ولی شما هم حواستون به خیلی چیزا باشه، دشمن شاد نشه. دقیقا. پس بخوام این بحث رو ببندیمش، چکیدش میشه این که بری پاش بدید به هم دیگه. هم شده رفت. ولی همه اینا زیر سر من، میدونم از کجا آب میخوره. مسعود به مسعود نظرم پیج فکرم پشت میدم. میگه من همین الان دارم با پیج فکرم پشت. ای خدا. آقا سرت تهران به اوه راستی چند ساعت الان؟ 3:35. یه چند دقیقه دیگه باید اعلام کنیم اونا. حالا اعلام میکنیم دیگه. ما نشدش الان 2-3 سال نشده روز تولد تو کنسرت داشته باشیم. و نمیشه، سالهای بعدم نخواهد شد. آره من مثلا من که در کنارتم کامل درکت میکنم، چون مثلا تولد من همیشه مثلا سر تایمش بوده، ولی متاسفانه تولد تو به خاطر محرم سفر هیچ وقت نشد این اتفاق بیفته. ولی قول میدم تو همین اجرایی که پیش رو داریم تمام تلاشمو شخصا، فقط اینو سربسته اونه بگم دادا. فن پیجا بدونن شخصا واسه من این کنسرت تولد توه، یعنی قربونت دادا. من میدونی که 7 مهر به دنیا اومدم، مردادی آره. نیستم. برای اینکه بندازش اونجا کنسرت ها بگیره. کنسرتمون جگر تو. تاریخ کنسرتمون 27 شهریور تهران. 31 بود فکر کنم. 31 من نمیدونم دقیق، ساعت 4 اعلام میکنیم. آره 4، منم خودم دقیق نمیدونم. آره چقدر خوب که نمیدونیم. یه چیز دیگه هم بگم، آقا ما خیلی از مردم عزیز و خیلی از فن پیج خودمون هنوز نمیدونن که آقا اون پیج ماکان بود، اون دیگه من و روحام نیستش بچه‌ها. ما یه آره پیج دیگه ما یه پیج دیگه توی همین 1-2 روزه بهتون معرفی میکنیم که ازتون خواهش میکنیم اون پیج حمایت کنید، چون تمام اخبار مربوط به کنسرت سوای پیجای خودمون توی اون پیج به اطلاعتون برسه.
مگه بعد این همه مدت کسی توی اون هست هنوز؟ من خیلی وقت اصلا ندیدم چیه. خیلی اصلا منو میبینن میگن که چون عکس پروفایل پیج انده، خیلی ها منو آها. میبینن جدا شدید، تموم شده. میگم نه بابا، جدا نشدیم، تموم نشدیم. میگه آخه اونجا زدید تموم شدش. گفتم آخه اون پیج دست ما نیستش دیگه اصلا. آره اون پیج دیگه دست از خارج کن. آره حالا بله پیج بهتون میگم پیج ماکامدیه، ولی احتمال اینکه آیدیش عوض، به خاطر همین میگم تو این یکی دو روزه بهتون 100%ش رو اعلام میکنیم. بعد تو دیگه چی؟ باشگاه آهنگ آفریقایی گذاشتن، همش تو سرم آفریقا داره میچرخه. و ما قدمه و چما چرا دیوونم کرد. راه موزیک جدیده رو به نظرت کی بدیم؟ موزیک جدیده رو این ماه که نمیرسیم. نه به میرسیم. نظرم الان همین موزیکه، اگه موافقی ها، چون هولولی. باشه یعنی با همین فعلا. آره آره یه ترک اون روز خوشت اومد پیشم بودی گیتاریه. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. واقعا امیرونو رو خیلی دوست داشت. حالا ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. من سی تا ببینیم بعد داشت یادته گفتم نه من فقط اون دیو. هر چی کار میذاشتم اونو گوش کرد. نه همون بابا اینا رو هم گوش کن. نه نه همون. آره دیوانه خدایشون خیلی. دیوانه روش یه ملودی و یه شعر و اینا اصلا خوراکم، خیلی دوست دارم اونطوری. ببین اون حرکتی که زدم رو کیبورد اینجوری کردم فیلمشو گرفتی. قاطی نکرد کامپیوتر من. یک هفته دادم تعمیر، اصلا یه دکمه زده بودم کیوبیس هم قاطی کرده بود. مگه اه، میفهمیدم چیه؟ خدا بازم وکاله برای همین دیر رسوندم، سیستمم داده بودم تعمیر. درستم نشد. نفهمیدم. آره. آره خلاصه چیزی مون نگیم، یه چیزی مونده نگفته سوال باشیم. نوشته بودم، کلی سوال از این سوالا باحال نوشته بودم از چت جی پی تی گرفتم بپرسم، همه رو جا گذاشتم خونه رو کاغذ. ایشالا. آقا در مورد کنسرت ها خیلی آره سوال می‌کنن. من اول اینکه حالا یه معذرت خواهی کلی بکنم. من یه تایم تقریبا 4 ماه سر سریال بودم دیگه، هم خیلی کم پیدا بودم تو فضای مجازی، هم اجرا رو کنسل کنیم. خدا رو شکر الان فیلم برداری تموم شده. ما فکر میکنم از 25 شهریور اجرامون رو شروع میکنیم و اجرامون هم تو شهرستان هم تو. سریال کی پخش میشه؟ داداش سریال هیچ اطلاعاتی ندارم خودم، یعنی دروغ بهتون اه، نگم قرآن. من این فقط بر میدونم ساله اون بر ساله اینجوریه. خدا نمیدونم. انشالله زودتر پخش کنم. اینم چیز خفنیه به نظرم. از ذوق من. جزیره خودت خیلی بیشتر دوستش داری نه؟ ببین نقشم و چون میدونید دیگه این جزیره یه کوچولو باز مثلا نزدیک شخصیت خودم بود. آه. مثلا تن این یه صحبت، ذره خاطره. راه رفتنش، لباس ام، تن، لباسا که واسه خودم بود دیگه، میدونی دیگه. آره ولی این کار به خاطر اینکه خیلی از من دوره، یعنی اصلا ربطی به امیر مغانه نداره، یعنی از گیری من ام. مشخص و سیبیل و اینا. آره کرکتره رو بیشتر دوست دارم. تجربه چالش باحال. باحالیه خب. خیلی باحاله. به خاطر همون منم مثل همیشه ترکوندی داده شکی نیست ندیده. خوب کنسرت خوب بود، حال داد چی؟ نه؟ کنسرت رفتی چی؟ آره جاز خالی خیلی باحاله. گفتی خیلی دوست آره خیلی داشتم. باحال. وضعیتم اوکی نبود، خیلی دوست داشتم بیام. جنوبی‌ها کلا یه انرژی عجیب غریب مخصوص خودشونه، اصلا میرید متوجه میشی یک دل و یه رنگ، اصلا خیلی فضاش متفاوت باحال. خیلی دوست داشتم، واقعا دوست داشتم بیام، خیلی دوست داشتم بیام. ولی انشالله وضعیت. کنسرت بعدیشو میدونم آره ایشالله. با هم. ایشالله که با هم دیگه میریم میتره کنیم. و اینکه خب دوستان بچه ها سوالی چیزی اینجا بگو داده بگو ببخشید. خواستم میگم از من و روحام تو سبکایی که حالا تو موزیکای آینده میشنوید یه ذره، چجوری بگم که اوکی باشه، یه ذره به قول خود روحام خارج تر از پاپ معمولی، آره چه اشکالی داره، باحال گوش میکنید کیف میکنید حال میکنید. بروزتره. و چیزی عینکو در بیار، در نمیارم چشام مشکل داره فعلا. آقا اینو بگم
خیلی ها روحام اینو پرسیدن که مثلا یا روحام چنل تلگرام شخصی داره یا امیر چنل تلگرام شخصی داره. دوستان، نه نه من نه نداره. روحام هیچ نوع کانال تلگرام شخصی نداریم. کلا 2 تا کانال تلگرام، روحام موزیکه، آره. یکیش هم ماکامدیاه. هیچ کانال شخصی نداریم من و روحام. آره. از این. آره. رژیم هم هستیم. این یکی اینجا داره جلوم بستنی میخوره، بستنی قیفی هم گرفته، خدا بگذرن. چه کاری تو هم رژیم جلو منم وایساده بستنی رو میخوره. برو اون وقت بایسته. دیوونه دارم میشه. چی صدات هم قطع شد چی؟ منم رژیم رو شروع کردم، دیوونه دارم میشم به قرآن. آره سخت، واقعا یکی از سخت‌ترین کارهای دنیاست. به خدا یه خیلی لذت خوردن داری، زندگی اونو ازت میگیرن، خیلی سخته. پیتزا رو میبینی الان من مرده رو شبیه پیتزا دارم میبینم، یعنی اصلا رفت پیتزام رفت. خب دیگه چی؟ دیگه چی؟ یاد کنسرت که گفتیم، موزیک هم گفتیم، داستان هم گفتیم. و خیلی خوب حمایت کردن واقعا. دمشون گم مثل همیشه، واقعا ازتون ممنونم. مثل من خود همیشه پشتمون بودید تو هر شرایطی. آره خودش، من خودم انتظارش نداشتم، ولی انقدر حمایت خوشگل بود، انقدر همه چیز قشنگ بود که با روحام داشتیم صحبت میکنیم و جفتمون با هم دیگه گفتیم خب همینو ادامه بدیم دیگه، همینو بریم جلو. انشالله با انرژی خوب میریم جلو و حتما میشه. از دل برایت بر دل نشینه. دیگه کنسرت تهران هم که میخوام ببینم چی کار میکنید یعنی میخوام سایت باز شد بسته شه. قبل تهران هم فکر کنم شهرستان داشته باشیم یه چند تا، فکر کنم، آره، نمیدونم 100 سنندج درصد نشد داریم. سنندج داریم، رشت داریم، یکی دو تا زنجان دیگه. هم بود یا نبود؟ یه زنجان آزادانم. هم بگذار. زنجان هم بود. آره. آره کرج هم داشتیم انگار. آره کرج هم داشتیم، کرج و کرج زنجان و مهر بود. رشت و آره. تهران داشتیم. فکر کنم زنجان یا سنندج و تهران فقط این ماهه، بقیه‌اش ماه بعد. آره. کرج اینا میفتم مهر ماه بعدی. آره هیچی داداش واقعا دیگه، من گفتن ندارم. شما چی؟ منم دارم فکر میکنم دیگه اخراج مسعوده و مهاجرتش از ایران، همین دیگه، خبر دیگه ای نداریم. مهاجرت نکرد که دارم میندازنش بیرون دیگه، مگه خبر نداری؟ اینو واقعا کاری ندارم، استرالیا اینو برای چی میخواد اونجا؟ مسعودو چه کار میخواد بکنه؟ یه دمش نونخور تو استرالیا. مسعود یه دقیقه بیا تو تصویر، یه دقیقه بیا. رونالدو اومد. مسعود اونجا من امروز اخبار رو شنیدم، میگم منابع استرالیا تو خطر و کمه. چی میخوای اینجا، برای چی میخوای بری؟ آره کشورشون آرومه، دوست کم داره. خب خب یه دونه ثروت اضافه میشه دو. همون دیگه. من بالاخره هر کی یک حیثی اعلام میکنه. یکی تحصیلی میده. یه ذره ریشه تو بلندتر بذاری راد نمیدن به خدا، یکم دیگه بلندش کنی. لاغر شدم اینجوری شده. خوبه، لاغر شدی، قشنگ خوبه. هم شوخی میکنی. باز دارم میپرسن در مورد عکاسی. ما در تمامش آه. دوستان به ما از روز اول گفتیم تا روز آخرم خواهیم گفت، چه کنسرت، چه تئاتر، چه هر جای دیگری که من و روحام حضور داریم، هیچ مشکلی ما با عکاسی اصلا نداریم. باعث افتخارمون هم هستش. انرژی حال میکنیم 100%. در کنار دارم، دوستشون داریم، وایسیم عکاسی کنیم با افتخار. شما بگو 2 روز پشت سر هم. پس از نظر ما دقیقاً. در شهرها و در تمامی سانس ها عکاسی داریم. و وقتایی که جلوی ما رو مثلا در هتل میگیرین یا چیزی میگیرین عکس بگیرین، باور کنید یا نمیذارن یا بله نمیذارن. یعنی اگه بذارن میگیریم وای میسیم تا صبح عکس میگیریم، همین چیزی که امیر گفت. بله هیچ مشکلی با این نداریم واقعا. میگم باعث افتخارمون هم هست. اینم از و عکاسی. اوه. یه قرار با موزیک جدید تو کنسرت ها بهتر کنیم. میبینیمتون، خیلی به به دوستتون داریم. به به. تماکاسی بود از سمت ما بود، شما ببخشید به بزرگی خودتون، جبران خواهیم کرد.
بیشتر ما رو خواهید دید. خیلی دوستتون داریم. مرسی بابت حمایت‌های قشنگ. همگی خدافظ، دمتون گرم، مرسی بابت حمایت‌های همیشگیتون تو هر شرایطی. امیر دادا میبینمت، عاشقتم. دوست دارم. خداحافظ. دیگر قربونت، خدافظ همگی. من برم پیتزا رو بخورم. مسعود خدافظ. خدافظ. مارگاریتا. نه آقا مرسی از همه عزیزانی که تو این لایو ما رو همراهی کردن. بازم میگم دم تک تکتون گرم. مرسی بابت حمایت‌های قشنگتون. به زودی توی کنسرت ها میبینیمتون و خیلی دوستتون داریم. خیلی مخلصیم. خدا نگهدار.